سلام بچه‌ها، من رحالم و از امروز میخوام یوتیوب رو شروع کنم و یه گیم پلی بذارم در مورد بازی دیلس که من شروع کردم و یه هفته بازی را از لیگش کردم و میخوام دیگه با همه هیم جلو و این ترکیب تیممه که ترکیب خوبی نیست و اصلا من یه روز دو روز سه روزه دارم شروع کنم و مارکوس تورام 2 بازی مصدومه و من از اول بازی میگم چجور بازی میکنم. من ببینید این گلوبال چالش کاپ و برونز کاپ رو با همین ترکیب با این ترکیب اصلی میرم و دیلس آکادمی و که لیگه با همین بازیکن‌های ذخیره و رزرو میرم به این صورت. ببینید من بازیکن‌ها رو جا به جا میکنم. به این صورت تا بازیکن‌ها خسته نشن. و الان دیگه اومدم و میخوام و از شما ممنون میشم که حمایت کنید، لایک کنید. با این چنل من خودم یعنی 2-3 سال واقعا کلا تو یوتیوبم و زدن چی یوتیوب فارسی تموم شده. من اما باز از همین روزی که یوتیوب فارسی داره تموم میشه من تصمیم گرفتم که شروع کنم. خوشحال میشم که شما حمایتم کنید. خب حالا بریم ببینیم چیکار میکنیم تو یوتیوب. قبلا بازی میکردم و من تو تبلت بازی میکنم، برای گوشیه و تو تبلت یه اکانت خیلی خوب دارم که اولاش این بازی کنم اصلا سرعت خوبی ندارم. اینجا بازم بزنیم ببینیم گل شد. گل اول رو میزنیم با تولیوس که فکر نمیکردم اصلا گل بشه. فکر نمی‌کردم این بازیکن‌ها بتونن ریسکایی کنن. خیلی هم زد اینجا خود به کی رفت تو گل. خوب زد. خب حالا بیایم اینجا با من مثلا بعضی شاید مثلا به بگید که چرا اینجا تو پالش میفرستی جلو رو عادت کردم این که این پایلو کنم و فشار میدم بعضی موقع همینجوری توپ از دست یهو در میره و بذاریم اتچمنت کنم حمله رودریگر من چند بازی میکنم سرعت زیاد کنم بازی کنم خیلی خوبی. اینم گل دوم. اینجاش آسونه کلا بازی آسونه لیگش هم راحت میشه اما با این تیم مثلا بری تو گلوبال کاپ که مثلا رئال مادرید و بارسلونا کلی تیم خفن داره اونجا سخت میشه. ممنونم میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید، چون مثلا ما هر یه روز در میان ویدیو میذارم که یعنی با یه ترکیب پرستاره خوام درست کنم. یه ترکیب خیلی پرستاره یعنی شما اولی ویدیو یادتون باشه ترکیبی میشه بعد ویدیوهای بعدی ببینید چه ترکیبی میخوام درست کنم. کلی بازیکن طلایی پر میکنیم کلی آبی وسط بازیکنهای ساده شد از تیم بندازیمشون بیرون. بیام گل سوم ویدیومو یه رو 20 دقیقه اینا میشه دیگه. این تبلیغاتش واقعا خیلی سرته چه بیام تصویر میکنم. تبلیغات واقعا یعنی چرترین تبلیغه. یعنی وسط اصلا بازی با بازیکاتی میکنه. بخشیدم باید اینجوری کنیم. الان اصلا شبیه هم چیز شد غیر از گیم پلی.
خیلی ببخشید چه اینجوری شد کلا تبلیغاتش دیگه. لیگ 2026 رفت یا خولیان آلوارز میشه. خب بریم نیمه دوم، ببینیم نیمه دوم چند تا گل میزنیم. اما دیگه چیزش واقعا خیلی بده بازی، پولش خیلی چه مثلا من بازی چه میکنم 25 تا 30 تا و من چند ساله چه دارم بازی میکنم تو تبلت بیشتری تعداد چطوری بازی میکنم 50 چه این واقعا خیلی چه و من یه بارم از ترچیب تبلت هم یه عکس میگیرم بهتون میفرستم یا بهتون میفرستم ببخشید پست میکنم که ببینید چه خراب کردم. Fancies his chances from here. Well, that was an anticlimax. It's well wide. پریمو دروازه پریمو ایدازه به دلیوز همون چه کاشته رو زد. کوفی یه اسمشو دیدم ایش چه چی بود. He comes forward with the ball. کوفی Confident defending. شاید بگید چرا تعویضه واسه نمیکنم Likely to see some fresh legs introduced shortly. He's saved it. It's whipped into the box. Senses the danger and gets it away. خب تو ببینیم جلو خراب کرد بازم. He's taken back possession. حالا 20-26 چون واسه واقعی پسه حالا 2 روز شروع شده ببازم. This team really are controlling the game. خیلی آدم رفته بود مثلا He's on the move. Blocks the header. این لیبه گل نخوره، گل نمیخوره این لیبه، اینا نمیخوره اما جام چاپ ساید شد. Unleashes the long shot. He's offside there by a wide margin. مارکوس تورام هم چه بهتری بازی کنه، 2 بازی نداره این بازی بده. Good defending. Is this the moment? The woodwork denies him again. خودمون خراب کردیم زدیم به تیر. بازیکن سرعت نداره. بازیکن سرعت نداره. A misplaced pass. Confident win from his side. They dictated the game to win by 3 goals to nil. بازیکن زمین ببینید مثلا 31 این بازی بهتر داد و 93 این تبلیغ ببینیم 93 رو میدید چون ما تبلیغ رو ببینیم 93 تا پول خوبیه. من باید اینجا الان اینو بازی کنم 24 سالی اصلا از بازی دریبلیگ نمیه و من الان چند وقتش دارم بازی کنم هر وقت میام توی بازی اینجا دارم میبازم. ببخشید فقط تو رو خدا اینجوری میشه بازی از همه چیز میشه غیر از دریبلیگ. خب هنوز میگه باید بیاید تو گوگل پلی رو بزنیم در نمیاد، باید بریم هنوز یه بار تو گوگل پلی. بله بدبختی دیگه با این تبلیغا گوش قاطیش. بعد بریم توی آسا ببینیم که ایشالا 93 تا بلو میده. 93 تا رو داد بعد گرفتی ببینیم الان مثلا من هدفم اینه بازیکن آبی بگیرم، مثلا این بازیکن رو من نمیخوام و هر هدفم بازیکن آبیه چی بگیرم چی بگیرم حالا بازیکن به 5000 تا برسیم یه بازیکن آبی میده. خب ریتی 65 کلا 11 تا بازی بردم. اینجا بروز کاپه و چه مارکوس تورام متاسفانه نداریم. باید تمرین بدیم بهشون. گوفی پاسی شد 54
گلچ برید یا بدی گلرمون بهتر شه پره با اوورال 57 میشه گلرمون و مارکوس تورام مصدوم همچه اینجاست 5 تا بهش بدی من میدم 5 تا میدم واقعا مارکوس تورام بودنش خیلی مارکوس تورام بودنش واقعا خیلی واقعا سرعتیه شوتیه ببینیدم و کلن همه گلا رو داره با مارکوس تورام و هدفم یوتیوب برسونم به مارکوس تورام خیلی بد زدم خودم دیدم چه بد زدم He dribbles the ball forward. Oh, it's a clear chance. Well, he certainly made the goalkeeper work. He's unlucky not to score. Marcus Thuram. What will he do? Stunning save there. And it's opened up here. It's with the defender now, an expert tackle. And he's one-on-one with the keeper. It's Thuram with the goal. He struck at such an important time here to put his team in front. Fantastic goal. Ward. He rose up to win the ball. Moving the ball about so well. He got that all wrong. He's on the move. What an opportunity. He's done it. 2 goals today from this exciting player. He's won the ball back. Good control from Thuram. It's a cynical foul. The crowd are cheering the player. It was a long-range shot, but the keeper read it. یوتیوب هم کلا من غیر از یوتیوب سرگرمی دیگه ندارم Good interception. چون یوتیوب فارسی هم باید بفهمم بده چی کنم باز کردم Marcus Thuram. و هرچی ببینم دیگه اینجا واقعا افتضاح شده بالا ببین This player's taking charge and moving down the flanks. Quality defending there. بچم دیگه کلا 13 ساله Wasn't a very good یا pass. چیچ ویدیو لایف What an کنم opportunity. Not a good shot there. It's gone wide. بابا اینجا Makes the pass. And he hits it. It didn't trouble the keeper. امروز قسمت نیست اینا گل بشه They're leading this Bronze Cup fixture. They'll need to defend their و lead تو in the second half. بازی هم وای تبدیل 2 تا گیم پلی 3 تا اینا 3 2 3 4 جوری میریم دیگه چیز زیاد کسل کننده نباشه چون اولاشه و من یوتیوبر تازه کارم شاید اولا ویدیوهای من واسه تو کسل کننده باشه خاطر همین دیگه زیاد بخوام بزنتون سر اما اگه خوشتون اومد لایک کنید و تو کامنت ها بگید تایم ویدیو رو بالا میبرم Looking forward to the second half of this exciting cup match. The attacker is in possession. Couto. که میبینید یعنی اون بازی که ما A badly mistimed challenge خیلی there. بازی کنه خوبیه یعنی اصلا این بازی هم Plays it short. سرعتش بد نیست
خوبه هم سرعتش خوبه هم تکنیکش خوبه در این بازیکن خیلی خوبه بود. Oh, a chance now to turn defence into attack. Here's his chance. He's done it. Great composure from this player. Is that goal just the start of many? Celebrations are over as the ref starts things up again. Here's Vyman. The referee has to do something about it. That was a dreadful challenge. He's charging down the wing. Oh, well intercepted. تایچلی یعنی مثلا توی بازی شده 3 تا کارت قرمز گرفتم. It's Morris. واقعا تایچلو خیلی میزنم از پشت از جلو He comes forward with the خیلی ball. تایچل میزنم به سر تایچل کارت He's قرمز taking the زیاد ball out wide. It's میزنم. Thuram with the goal. And that's his hat-trick. He's going home with the match ball. Time for a fresh pair of legs here then. بهتون نشون میدم مارکوس تورام الان چند بازی چند تا گل زده یعنی واقعا همه گلای من با مارکوس تورامه. He's taken back possession. مارکوس تورام بود He loves to run with the ball. Can he get it on target? تورام چی بود میگم رو کاکل مارکوس تورام داره میچرخید. Well, surely all he can do now is grab a consolation goal. There's not much time left, and it seems all over. And he shoots! So close to a goal there. The fans are demanding more goals. This could turn into a rout. ایو به بیرون میره یا به تیرک میخوره. بعضی موقع میگد آروم شد این دروازه‌بان راحت میگیره. What a ball! من جوری Ooh, a bad foul. The referee's looking animated. He disliked what he saw. Uses his head. He failed to من connect with that تشت tackle. خیلی میزنم مثلا به بازیکن نرسم عادت He's won the ball back. دارم رسیم که بازی میکنم Marcus Thuram. Surely now. و شوت پا از پشت محوطه جریمه مثلا یه بازیکن شوت زن داشته باشیم دکلر رایس مثلا چون بیاد واقعا شوت زن And there we have it. Fantastic performance from this side as they book themselves a place in the next stage of the شوت competition. زنی خیلی خوبی داره. خب 32 تا دیگه تبلیغ نمیبینم و شاید تبلیغ ها رو آهان اینجا الان میتونم یه دونه گلر بگیرم گلر 57 همینجوره میگم شاید مثلا بگید رو خرید کردی اما واقعا ببینید گلر 58 یه گلر 75 خیلی بهتر میشه و اینجا نشون بدم مارکوس تورام چند گل زده my team مارکوس تورام پیدا کن و بله مارکوس تورام اینجا نشون بدم بهتون مارکوس تورام اینجاست 6 تا بازی انجام داده این بازیشه اینجا این از پاک کنم ببینید اینجا پاک کنش 6 تا بازی انجام داده که اینجا ببین 16 تا گل زده تو 6 تا بازی 16 تا گل زده مارکوس تورام این دیگه امیدوارم حمایت هم کنید و فردا باز برمیگردیم که ادامه بدیم و فردا شاید اصلا نیمسر کردم از فردا نیمسر کردم و این تیم خفن رو درست کنیم تا الان تیممون اینه این تیم رو خیلی خفن ترش کنیم تا فردا خداحافظ.